الحمد لله رب العالمين والعاقبة فلا عدوان. السلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم و حفظکم الله و رعاکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 22 از شرح ارکان ششگانه ایمان است و در این حلقه نیز آخرین مسئله در باب رکن اول آمنت بالله صحبت خواهیم کرد و این موضوع بزرگ است و موضوع امروزه ما الکفر بالطاغوت و بیان صفت است. کفر ورزیدن به طاغوت و بیان صفت این مسئله است. برای چی؟ رکن ایمان آوردن، یعنی بگویم ارکان ایمان 6 است. آمنت بالله، ایمان آوردن به الله و ملائکته، ملائکه ها و کتبه و به کتاب ها و به رسوله و به رسولهاش و به رسوله و به رسولهاش و الیوم الاخر و قدر شره خیره و شره و به روز قیامت و به قدر تقدیر، یعنی نیکی و بدی. آمنت بالله اولین گفتیم رکن است، اصل اسلام است، رکن ایمان است، رکن توحید است، رکن اسلام است. در همه باب اصل و رکن امین آمنت بالله است. اما نقطه بزرگ انا همین جا هست که برادرم و خواهر عزیزم اهل توحید تأمل کن، اندیشه کن، سخت در این مسئله بدقت باش، به ناگاه که فریبگران و نیرنگ بازان و مکاران تو را فریب ندهند و بی‌پروا در این مسئله نباش. نقطه مهم همین است که آمنت بالله تو قبول نمی شود مگرم با نفی، مگرم با کفر بالطاغوت. الله اثبات کردی، الله وجودش به ایمان آوردی، توحید ربوبیت آموختی، الوهیت آموختی، اسماء و صفات آموختی، حکمیت آموختی، صفات های آموختی، قبول کردی، اقرار کردی، تصدیق کردی، اما در پهلوی طاغوت هستی، لشکری طاغوت هستی، اطاعت کننده طاغوت هستی، یا که طاغوت تو قبر است، یا قبر پرست هستی، یا سجده کننده به غیر الله هستی، یا محبتی کسی در نزد تو از محبت الله بالاتر است، یا در اطاعت، یا در تحاکم، یا در دعا، یا در عبادت، یا در محبت، در یکی، یا در اراده، یا در نیت، یا در قصد به طاغوت پرستی رفتی. انا همین همه ایمان بالله که تو آموختی و فهمیدی نابود میکند، میشکند. ایمان و آمنت بالله تو قبول نیست. برای چی؟ برای اینکه آمنت بالله شرط دارد برای قبول شدنش غیر الله را انکار کنی. غیر الله این طاغوت است و طاغوت خیلی زیاد است و تو باید آموزی و بدانی صفتها را و همیشه در حالت احتیاط زندگی بکنی. بله خیلی که دکومنت روسیه رو میگیری از شطرف شدن میترسی، بناگاه شطرف شده دیپورت شده به تاجیکستان نگردم گفته. اینچنین تو باید همیشه در احتیاط باشی، در حالت ترس باشی که با کافر شده از ملت اسلام بیرون شده جهنم نروم گفته. باید احتیاط باشی، باید احتیاط باشی. همه چیز همین است. اما امروز انسان ها در مسائل دنیا خیلی احتیاطی میخواهند، اما در مسئله دین نخواد کنی اینقدر وزنی باشد، نخواد احتیاط بکنیم. بله دین همین است. اگر خواستی دین داری مرحمت، نخواستی حواله تو به الله است. دین تو نابود میشه. هر روز از پگاهی تا بیگاهی، از بیگاهی تا پگاهی به احتیاط زندگی میکنی که دینت نابود نشود. اساس دین است و این عبادت است و این توحید است. ببینید الله سبحانه و تعالی در یک چند آیت زیبا، آشکار، واضح مسلمان شدن را
ایمانی شما به الله قبول شدنش را ذکر کرد و گفت که چه خیلی قبول میشد. شما از اهل لا اله الا الله شدنتون، لا اله الا الله شما قبول شدنش را الله به دو شرط ربط داد. این دو شرط دو رکن لا اله الا الله است. ما این را شرط صحت اسلام میگیم و دو رکن لا اله الا الله میگیم. در سوره بقره آیت 256 الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر، من أنا من حرف من، این من است، من حرف است، معنایش هر کسی که، و این حرف شرطی هست، یعنی ان، من، مهما، ما، متى، عین، اینها حرفایی که اگر بیاید شرط ذکر میکند و جواب شرط ذکر میکند، شرط و جواب شرط. فمن یکفر، وقتی که من اومد بعد از این اومده فعل مضارع ساکن میگیرد برای که شرط است و این چنین حرفای شرطیه دو فعل مضارع را، یک حرف دو فعل مضارع را جزم میکند. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن، ببینید یکفر و یؤمن هر دوش ساکن شد. برای چی؟ برای همین حرف من شده، من شده، من. فهمیدید؟ این من، ما، مهما، متى، عین، انا همچین است. اینها دو فعل مضارع را جزم میکنند و اینها شرطی هستند. حالا در این آیت سوره بقره 256 من اومد دو فعل مضارع رو جزم کرد. فمن یکفر فعل مضارع جزم شد به خاطر اینکه در پیشش حرف شرط است. بالطاغوت و یؤمن فعل مضارع جزم شد به خاطر اینکه شرط است، در پیشش حرف شرط است. اکنون معنای آیه چیست؟ شرط ذکر شد. هر کسی که کفر ورزد به طاغوت، یک شرط اول، و ایمان بیاورد به الله، شرط دوم. همین دو اسلوبیه چی میشد است؟ اگر همین دو کار کنه چی میشد؟ بعد از این مسلمان حقیقی، بعد از این اهل لا اله الا الله میشد. یعنی اگر همین دو شرط نکنن مسلمان نیست و کافر است. فقد استمسك بالعروة الوثقى، به تحقیق چنگ زده است به لا اله الا الله. یعنی هر کسی که دو عمل بجا آورد، کفر به طاغوت و ایمان به الله، بعد از این چنگ زده است بر اسمان آهنین به عروة الوثقى، این که لا اله الا الله است. یعنی بعد از این مسلمان است، بعد از این اسلامش قبول است. دو شرطی مسلمان شدن است. الله نگفت که فمن یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، نگفت هر کسی که ایمان بیاورد به الله به تحقیق چنگ زده است بر اسمان عروة الوثقى به لا اله الا الله، نگفت. الله یک شرط را ذکر نکرد، الله دو شرط را ذکر کرد. دو شرط باید به وجود آید. فمن یکفر، شرط اول هر کسی که کفر ورزد به طاغوت، به طاغوت، شرط اول کفر ورزیدن به طاغوت. شرط دوم ایمان آوردن به الله. اگر هر دوی همین کنی جواب شرط فقد استمسك بالعروة الوثقى. جواب اسلوبی تو همین است که اگر تو هر دوی همین عمل را به جا آوردی تو از اهل اسلام هستی. اگر یکی از این عمل ها را به جا نآوردی تو از اهل اسلام و ایمان و لا اله الا الله نیستی. سخنی که ما کمی پیشتر گفتیم، هر کسی که ایمان به الله آوردن میگوید، حتی توحید ها را آموختگی میداند، از یاد هم تحقیق هم گویا که خودش موحد میگوید، اما کفر به طاغوت ندارد، از دو شرط صحت مسلمان شدن یک شرط بجا آورد، آمنت بالله بجا آورد، اما کفرت بالطاغوتش نیست. بجای کفر به طاغوت ایمان به طاغوت دارد. این انسان مسلمان نیست، کافر است. الله المستعان.
پس برادرم و خواهر عزیزم، این چنین انسان ها خیلی زیاد هستند. امروز زن و مرد خیلی هم زیاد هستند که خودشون اهل لا اله الا الله میگیرند، نماز میخوانند، سنت میدونند، توحید معناش میدونند، قرآن حفظ کردند، اهل حدیث شد، حدیث میدونند، عربی هم خواندند و آموختند، یونیورسیته را خوانده و آموختند، اینها معنای توحید هم میدونند، معنای شرک هم میدونند، همه این مسئله را میدونند، اما در مسئله شرط اول اسلام مسلمان شدن اینها کفر بالطاغوت ندارند، یا که قسما کفر بالطاغوت دارند. بله این چنین بسیاری مردم قسما کفر بالطاغوت دارند. ما از قبر پرستی بیزاریم، قبر پرستیدن کفر است میگد. بله کفری طاغوت قبر پرستی، طاغوت های قبر را انکار میکند، طاغوت های مثلا بعضی از شرکیات انکار میکند. کفر بالطاغوت قسما دارد، به بعضی طاغوت ها کفر ورزیده، اما به بعضی طاغوت ها ایمان دارد. بخصوص دو نمود طاغوتی که امروز منتشر است و بسیاری کسانی که خود را مسلمان میگویند آمنت بالله آمنت بالله گفته شب روز فریاد میزنند، در دو نمود این طاغوت زمانه واقع شده است. این دو نمود طاغوت زمانه، یکش طاغوت معنوی و دیگرش طاغوت عملی و اعتقادی. طاغوت عملی و اعتقادیش این طاغوت حکم کردن به حکم غیر الله، یک خودش مسلمان میگه حکم به حکم غیر الله میکند، یا که خودش مسلمان میگوید و انمون لشکری حکم غیر الله میشه، همون میگه که حق است هیچ باکی ندارد، به همون دفاع میکند، یا همون رفته تعلیم میدهد، یا همون دوست میدارد و غیر و غیره. اینها طاغوت، این کفر به طاغوت ندارد، این مسلمان شدگیش نیست. امروز طاغوت زمانه ما همین است. یکی از مشهورترین طاغوتی که بسیاری کسایی که توحید فهمیده باز در همین فهم توحید حال مسلمان نیست، توحید فهمید اما عمل نکرد، مسلمان نیست، کفر به طاغوت ندارد، در همین باب است. دنیا غلبه کرد، به خاطر شکمش، به خاطر منصب، به خاطر نمیدونم سرزمینش، سرش رو به همین طاغوت پرستی کشید و برد، لشکری طاغوت شد. اما طاغوت دوم دیگری که امروز هست این طاغوت معنوی و اعتقادی است، حالا به عمل نرسیده. امروز حزبها و حرکت‌های اسلامی که حالی به سری قدرت نآمدند اما آرزو دارند، یعنی اینها به شرک اراده واقع شدند، اراده میکنند، میخواهند، نیت دارند، قصد دارند که به حکم غیر الله حکم میکنند. سیکولاریستی، دموکراتی یا که چی میگیم لیبرالی، اینها همین چیز اراده میکنند، میخواهند، خواهشمند هستند. یریدون ان یتحکموا للطاغوت، اینها میخواهند که مراجعت به محکمه طاغوتی، یعنی به حکم های طاغوتی حکم کنند، مراجعت کنند، در حالتی که الله امر کرده بود که کفر ورزید به این حکم ها و قد امروا یکفروا به، لیکن اینها به مخالف امر الله هستند. اما اینها 5 وقت نماز میخوانند، ریش دارند، ماشاءالله تبارک الله میگند، شاید شیماشون کوتاه کنند و ریشاشون دراز کنند، مسواک میکنند، زنهاشون حجاب میبندند، قرائت هم به بزیب کرده میکنند، رفع الیدین کرده شاید نماز بخوانند، توحید میگن که 4 قسم است، 3 قسم است، میدونیم ماشاءالله تبارک الله سنت، لیکن کافر و مشرکند. برای چی؟ برای اینکه اینها از جانب ایمان به الله فهمیدند و اما کفر به طاغوت عمل نکردند. کفر به طاغوت عمل نکنی تو ایمان به الله حالی نآوردی. فکر نکن که ایمان به الله بدون کفر به طاغوت به وجود میاد، والله به وجود نمیاد. برای چی؟ برای آنکه در قلب تو 2 اله هست، 2 اله در یک قلب ممکن نیست. چه که الله میگه ما جعل الله در یک شکم یا که در یک درون انسان که شکم است جوف اومده است، شکم یا که قلب 2 اله را اجازه نداده است. ناممکن است 2 اله در یک قلب بودنش. یک اله است، اله حق این الله است و دیگر ها اله باطل است، دیگر اله ها اله باطل است، طاغوت ها اله باطل است. تو به همین الله ایمان آوردی، قلبت از دیگر اله ها باطل دور کن قلبت پاک. به مانند این که یک فقیر یک ستیل داریم، بله یک ستیل داریم، در درونش آب چشمه زیبا هست یا که در درونش نجاست است، هم نجاست هم آب صاف در یک جا ایستادنش
ناممکن است که هم این عینش آبی صاف بگی عینش نجاست بگی. نه، در یک سطل نجاست که داخل شد همین صاف رو هم نجاست میکنه. اله باطل که در قلب تو است، اله حق که در قلبت است، ایستادنش ناممکن است. تو باطل پرست هستی. پس بارک الله فیکم. اکنون اهمیت کفر بالطاغوت فهمیدید که چگونه است؟ تصور کردید؟ من میخوام که شما تصور کنید که این چی مسئله است. پیش از اینکه معنای طاغوت بگیم، کفر بالطاغوت بگیم، صفتش بگویم، شما اول فهمید که این کجا به کجا تعلق دارد. این دو شرط الله گذاشته، این دو اسلوبیه الله گذاشته که به این اسلوبیه مسلمانی فکر هم نمیکنی. نکن. باری دیگر میگم، خیلی که برای پاسپورت گرفتن مترکت بیار میگه، یک تا رسمت بیار میگه، مترکه نبری، شهادت تولد، شهادت نامه تولدت نبری، تو پاسپورت میتیاد میگه اسلوبی به جان آوردی. بین میگه اینجا اسلوبی دو تا سه تا اسلوبی است. به یونیورسیته دکمنت روی کردی 5 6 اسلوبی است. اسلوبی به جان آوردی قبول نمیشوی. این چنین به داخل شدن به اسلام اسلوبی شرط است. نمی شرط میگن اینه، به زبان روسی اسلوبی میگن. شرطی به اسلام داخل شدن دو تاست: کفر بالطاغوت و ایمان بالله. آمنت بالله همون وقت قبول میشد که کفر بالطاغوت داشت، کفر بالطاغوت داشته باشه. اما امروز بسیاری کسانی که آمنت بالله میگن مشکلی در کفر بالطاغوت دارند. مشکلی در کفر بالطاغوت دارند. آمنت بالله اونها باطل است. آمنت بالله مسلمان هم ماشاءالله تبارک الله حجاب میبندد، ریش موندگی، حج میرود، سری قبر میرد، از مزار طلبی کمک میکند. پس مزار این طاغوت است. کسی که به نزد مزار رفت طاغوت پرست شد. علماهایی که در تاجیکستان هستند الحمدلله ما مسلمان میگن، لیکن حاکم هایی که در بالایشون است این امنیتی های کس میگه که فلان گپ گوید، میگه اونها میگن حرام حلال میکند، حلال حرام میکند. پیشواهایشون چی گرفته است؟ تو یعنی اله گرفته است. اینو هم آمنت بالله میگن الحمدلله ما مسلمان ماشاءالله تبارک الله، لیکن به امر غیر الله امر میکنن، اطاعت میکنن، کار میبرن. پس اینا چی است؟ کفر بالطاغوت نداره. و این چنین مسائل بسیار است. یا ساحر این طاغوت است، علم غیب دعوا میکند. کسی که مرید ساحر است، ساحر پرست است، شب روز در نزد ساحر است، کفر بالطاغوت ندارد. نماز میخواند، روزه میدارد، لیکن کفر بالطاغوت ندارد. این مسلمان نیست. آمنت بالله گویی اسماء و صفات فهمیم، لیکن بر نزد ساحر روی تو مسلمان نیستی. یعنی همان وقت اسلام شما قبول میشود که توحید آموزید و عمل کنید، و عمل توحید این است که کفر بالطاغوت ورزید. یعنی شرک و کفر ترک کنید، کفر رو ترک کنید، طاغوت رو ترک کنید. در غیر این صورت هم اسلام و هم کفر شرک، هم الله پرستی و هم طاغوت پرستی هرگز در یک جا جمع نمیشود. چه که امام شافعی رحمه الله اجماع سلف صالح نقل میکنند که الشرک و التوحید نقیضان لا یجتمعان فی قلب رجل واحد ابدا. شرک و توحید و شرک این دو چیزی نقیض هم دیگر است، ضد هم دیگر است. هرگز در یک قلب مسلمان هم شرک هم توحید جمع نمیشود. شرک هم توحید میرد. توحید حقیقی باید، شرک باید رود، شرک باید ترک کنید. اما افسوس که امروز مسلمان ها، بسیاری مسلمان ها از سبب علماء اصول از این مسئله بیخبر موندند. این مسئله را پوشانیدند، فریب دادند، زیرا که اصل حقیقت انا همینجاست. اصل حقیقت کفر بالطاغوت است. اما اینا پوشانیدند، مردم فریب دادند. مردم فریب دادند. و مردم به امروز ما نقل میکنیم، خبر میدهیم، مردم در حیرت میمونند. چیزی که هیچ کس نگفت شما میگید. هیچ کس نگفت. نه، الله 1400 سال پیش گفت، پیامبر گفتن، هزارها علما گفتن، لیکن از روز تولد تا امروز در زیر مستملکه روس بودی و علما خیانت کردند، یا علما اصلا مذهبشون دیگر مذهب است و ضد این مسائل است. انا کن بعد از این که این مسئله رو اهمیت رو فهمیدی، بدون که کفر ورزیدن، کفر بالطاغوت چی معنی دارد. کفر بالطاغوت، کفر ورزیدن، ما میدونیم که کفر ورزیدن حرام است و کفر ورزیدن فرض است. کفر ورزیدن حرام، کفر ورزیدن به الله، به رسولش و به دینش، کفر ورزیدن به نعمت الله، کفر حرام است. آدم انجام بدهد در کفر اکبر و شرک اکبر کفر می شود، در کفر نعمت گناه می گیرد. اما کفر هست که فرض است که به جا بیاری،
فرض است که کافر شوی. این کافر شدن به طاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت یعنی کافر شدن به طاغوت. یعنی چی؟ انکار کردن طاغوت، بد دیدن طاغوت، دور شدن از او و یگانت به نزد الله آمدن و تصدیق و اقرار الله. انمین است کفر به طاغوت. کفر فهمیدید؟ بله. انا کنون الطاغوت چیست؟ طاغوت در لغت تجاوز کردن حد، از حد گذشتن است. طغى یعنی از حد گذشت. و اما در شریعت علما معنی های گوناگون گفتند. مثلا امام مالک رحمه الله، یکی از علمای سلف، میگن که امام دار الهجره كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. هر چیزی که بغیر الله عبادت کرده می شود این طاغوت است. طاغوت چیست برادرم؟ هر چیزی که غیر الله عبادت کرده می شود. یک درخت توت مردم رفته شب و روز گردش دور میزنن، لطه میبندن، سجده میکنن، همون درخت طاغوت است. ما چیکار باید بکنیم؟ ما میریم این درخت اره میکنیم، ریشهش میکنیم، جوش شودگار میکنیم، میمونیم. این طاغوت است. مزاری که مردم میروند و عبادت میکنند، عبادت چیست افسر؟ اکنون عبادت باید فهمید. عبادت العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله وارضاه من اعمال او اقوال ظاهرة او باطنة. همه عملهایی که الله دوست می‌دارد، عملهای ظاهری یا باطنی است. دعا بزرگترین عبادت است. دعا مغز عبادت است، اساس عبادت است. بزرگترین عبادت دعا است، طلب است. طلب از الله طلب میکنی که به من بده، یا از الله طلب میکنی که از من بگیر، از من کسلی رو بگیر، مرا نجات ده، از من قنبغلی رو بگیر، یا به من بده، بایگری بده، نجات بده، سلامتی بده. همه دعا دو چیز است، یا جلب منفعت یا دفع مضرت. تمام دعای عالم جمع کن، مردم یا از الله میطلبند که الله به من نیکی را بده، سلامتی بده، یا که از من دور کن بلا مصیبت و غیره. دو چیز. انا همین رفته از غیر الله در نزدی مزار شخصی کردی، انمین است طاغوت پرستی. همون چیز طاغوت شد. انسان کردی، انسان طاغوت شد. بسری تو طاغوت، بسرت همون طاغوت گرفتی. مزار کردی، مزار برای تو طاغوت شد. هر آدمی که همین کار میکرد به مزار میره، لطه میبندد، پس اینمو طاغوت پرست میگه. یا هر کسی که به حکم غیر الله حکم کرد طاغوت. پس کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت گفت. هر چیزی که به غیر الله سبحانه و تعالی عبادت کرده میشه این طاغوت است. و ابن القیم الجوزی میگن، علما میگن که بهترین تعریف و معنی داد را ابن القیم الجوزی در باب معنای طاغوت کردن. میگن كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع من اقوال او افعال. یعنی كل ما تجاوز به العبد حده، هر یک چیزی که بنده از حدش میگذرد در عبادت، در اطاعت، در متابعت. یک کسی اینقدر پیروی میکنی که پیرویت از حد میگذرد، مخالفت شریعت هم پیروی کرده میری. پدرت پیروی میکنی، من میگی پدرم دوست دارم، پیروی از پدرم میکنم. پدرت نماز نخواند، نماز نمیخونی. پدرت کفر ورزد، کفر میورزی. پس پدرت طاغوت گرفتی. متابعت یا که اطاعت، او متبوع او مطاع. اطاعت میکنی کسی رو که ضد الله و رسول حکم میکند، به الله و رسول میجنگد، تو همون اطاعت کرده رفتی سودی. پس همون آدم یا همون انسان طاغوت شد، تو طاغوت پرست شدی. تو اطاعت کردی دشمن الله، حکم غیر الله را، تو طاغوت پرست شدی. یا کسی رو عبادت کردی، در عبادت طاغوت پرست میشی. سجده رو، رکوع رو، دعا رو به غیر الله انجام دادی، پس همون عبادت رو در غیر الله که انجام دادی تجاوز الحد کردی، پس همان چیز طاغوت شد. هم در عبادت، هم در اطاعت، هم در پیروی. وقتی که از حد گذشتید، همون چیزی که در حقش از حد گذشتید همون طاغوت میشد به سر شما. در قبر پرستی، در حکم، در دوستداری، در چیزی نباشد. طاغوت بعضی کسها
شاید نفسش شود. ما میگیم در نمود طاغوت فقط زنده یا مرده نه، طاغوت‌های معنوی هم وجود دارد، طاغوت‌های زنده هم وجود دارد، جمادات هم وجود دارد. لیکن حالا معنای طاغوت را خوب دقت بدید، بفهمید. بالاخره فهمیدن نجات در همین فهمیدن است که بالاخره آمنت بالله شما قبول شود. برادران و خواران عزیز، بسیار انسان ها میروند در روز قیامت که خرسندی کنون میروند که آمنت بالله گفته بودیم لیکن قبول نیست، برای اینکه اینا کفر به طاغوت ندارند. بیچارگان بیخبرند، پشیمانی میشکنند در اونجا، اما دیگر پشیمانی فایده ندارد. پس بیاموزید. این معنای بهترین است. و محمد بن عبدالوهاب گفتن کل ما عبد من دون الله، هر چیزی که غیر الله عبادت کرده میشه. این معنای طاغوت بود. طاغوت هر چیزی که غیر الله عبادت کرده میشه، یا هر چیزی که انسان از حدش میگذرد در اطاعت، در عبادت یا در متابعت، پیروی. اکنون برادر عزیزم، همین طاغوت ها چند نمود میشه؟ طاغوت ها 3 نمود میشه، یا که عموم بگیم بله 3 نمود میشه. طاغوت هایی که جمادات، طاغوت هایی که خشک است و جان ندارد، بمانند سنگ، بمانند درخت، بمانند قبر، بمانند مرده ها. ما در این حالت طاغوت تکفیر نمیکنیم، برای اینکه طاغوت سنگ گجاش تکفیر میکنید، سنگ گجاش تکفیر میکنید، درخت گجاش تکفیر میکنید. این جمادات است. قبر تکفیر نمیکنید، میگید که این کفر است، میگید بله. یا که مرده ها را به خود طاغوت میگیرند، پیامبران را به خود طاغوت میگیرند. ما نمیگوییم که پیامبران طاغوت هستند، اعوذ بالله این کفر است، نمیگوییم. ما میگیم که پیامبر را به سر خودت طاغوت گرفتی، همین کار تو طاغوت پرستی است میگیم. اما پیامبر از این چیز راضی نیستند. پیامبر وفات کردند و گفتند لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لا تجعلوا قبری عیدا و غیر ذلك. پیامبر من کردند. اما بالاخره یکمین نمود طاغوت هایی که بیجان است و امروز این وجود دارد. طاغوت های بیجان، مثلا در تاشکند بود یا ازبکستان، یک ریشه درختی رو مردم گردش دور میزنند، این ریشه رو مثلا بعضی شوخوش میگیرند میبوسند و غیره. یا خاک های بعضی از مزارها را به کیسه شون میگیرند، خاک های مدینه را، قبرها را، زمین ها را در کیسه شون میگیرند، بدنشون به میمولند طاغوت، بگن همین خاک میگن شفا بخش است و غیره و غیره. یا که مزارها به میروند لطه میبندند، در بالای مزارها دعا میکنند، یعنی طلبی مسئلات میکنند، در جلب منفعت، دفع المضرات نظر میکنند و غیره. یا که بعضی ها سنگ میپرستند، یا بعضی ها آفتاب و مهتاب میپرستند. چه خیلی که بود. اینها طاغوت های جمادات هستند، طاغوت هایی که نه جان دارد نه معنوی است. اینها حسی است، دیده میشد، لیکن روح ندارد. و این طاغوت ها را ما تکفیر نمیکنیم، طاغوت پرستا را تکفیر میکنیم. ما میگیم این کفر است، این باطل است، این عبادت، و طاغوت پرستا را تکفیر میکنیم. دومین نمود طاغوت های معنوی است و ما اینم تکفیر کردن نمیتونیم. این نمود طاغوت، این طاغوت زنده نیست، معنوی است، این حتی دیده نمیشد، این در درون عقل و ذهن هاست. یکی از این طاغوت های حکم به حکم غیر الله، یا طاغوت ملیگرایی، ملتگرایی، قومگرایی، یا طاغوت بارک الله فیکم نفس. بزرگترین یکی از طاغوت هایی که نفس، فإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولا تتبع أهواءهم. هوای کسی دیگر به پیروی شدن، یا هوای خود به هوای هوس خود. بعضی ها خود موحد میگن که ما همه غیر الله ترک کردیم، لیکن خودشون عبادت میکنن، خودشون میپرستن، نفس خودشون میپرستن. این طاغوت پرستی دویم نمود، طاغوت معنوی، طاغوت ذهنی است. خیلی احتیاط باشید. بعضی از قاعده ها را علما قاعده های طاغوتی گفتند، بعضی از عقیده ها را و غیر ذلك. سومین نمودش بارک الله فیکم، سومین نمود طاغوت های جاندار و زنده که پیامبر صلی الله بگویم، پیامبر البته قرآن و سنت ذکر کرده است. ابن القیم الجوزی بگویم، محمد بن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب اصول ثلاثه گفتند که الطواغیت کثیر و رؤوسهن خمسه. طاغوت ها بسیار است، لیکن اساس و رأسی از همه بزرگان این طاغوت، رؤسای این طاغوت 5 تاست. ابلیس لعنه الله، یکمین طاغوت ابلیس. تو باید به ابلیس کفر ورزی، ابلیس شناسی، تکفیرش کنی، کفرش ورزی. و من عبد و هو راض، و هر کسی که انسانی که عبادت می شود و راضی است،
بله امروز در این عالم انسانی است که عبادت میشه راضی است، خرسند است. رفته پاشو میبوسی، تگی پاش به سجده میکنی، الهش میگی، خرسند است، راضی است. اما مسلمان راضی نمیشد. حضرت علی رضی الله عنه را اله گفتند. حضرت علی گفتند که نگویید شما کافر مشرک هستید، توبه کنید. توبه نکردند، زمین کوفتند، خندق کوفتند، چاه کوفتند، علاوه سوزانیدند و این کسایی که حضرت علی را اله گفتند در آوردند، سوزانید. لا يعذب بالنار الا رب النار. ولكن این از شدت غضب مسلمان بود. مسلمان را کسی که اومده عبادت میکند، مسلمان این چیز انکار میکند، اگر راضی شده استاد، این طاغوت است. طاغوت است. یک کس شما را عبادت میکنه، شما من بزرگ بودم، من ماشاءالله بودم، گفته است، شما طاغوت میشید، کافر میشید. این چنین طاغوت باید تکفیر کرده شد. هر کسی که عبادت میشود، یک نمود عبادت به او انجام داده میشد و او همین به راضی است، از نظر اطاعت، از نظر سجده، از نظر دیگر، و این کافر است. همین طاغوت هم کافر است، طاغوت پرست هم کافر است. دومین نمود طاغوتی بزرگ، اولی شیطان، دومیش انسانی که عبادت میشد. سومین نمود طاغوتی مشهورترین و معروفترین، و من دع الناس الى عبادت نفسی، هر کسی که مردم دعوت میکند که من عبادت کنید، این طاغوت است. چهارمیش من ادعی علم الغیب، کسی که ادعای علم غیب میکند. من میگه کفی دستت باز کن، میگه من به دستت میگویم، من از ستاره ها تو میگم، من غیب تو میگویم، تو بلایت این خیل میشد، فرزندت میمرد، درد سر میشوی، تو خوشبخت میشوی، تو به فرزند میشوی، میموری، زنده میمونی. سحر و جادو و فالبینایی که به نام طبیب هستند، اینا طاغوت هستند. کسی که به اینا بار میکنه طاغوت پرست، کافر است. شما به اینا باید کفر ورزید. همین ها رو بگید که اینا کافر است، باطل است، کافر است. اینا تکفیر میکنید، اینا زنده رو به رو، اینا حتما باید تکفیر کنید. تکفیر نکنید، کفر به طاغوت در همینجا ندارید. زیرا که ما گفتیم طاغوت ها سه نمود میشد، یک نمودش وابسته به تکفیر است، وابسته به تکفیر است. این طاغوت های زنده است، اینا تکفیر نکنید، کفر به طاغوت شما وجود نمیاد. سومین نمودش بارک الله، چهارم، پنجمین نمودش ما گفتیم اول ابلیس، دومین کسی که عبادت میشه راضی است، سومین کسی که خود مردم دعوت میکرد که من عبادت کنم، چهارمش ادعای علم غیب، پنجمینش کسی که حکم به حکم غیر الله میکرد. من حکم به حکم غیر ما انزل الله، هر کسی که حکم به حکم غیر الله میکرد، هر کسی که قانون به قانون غیر الله میبرد، اینها طاغوت است. هر کسی که حکم به حکم غیر قرآن و سنت کند، این طاغوت است. خودش مسلمان میگه درون خانه کعبه برفته خواب رودم، این کافر است. تو مسلمان شدنی باشی، تو آمنت بالله اگر قبول شدنت، اگر خواهی که آمنت بالله گفتت قبول شود، انا من خیلی انسانایی که حکم به حکم غیر الله میکند، یا که میخواهد که حکم به حکم غیر الله کند، یا که در همین راه هست و در تطبیق همین راه هست، باید انا منها به کفر ورزی. چخیل باید این طاغوت های تکفیر کنی، اینها باطل گویی، تکفیر کنی، براءت کنی، بغض کنی، از اینها دور شوی، در حالت قدرت معبود کنی. اگر اینها را تکفیر نکنی، کفر به طاغوت نداری، تو کافر هستی. حکم هایی که امروز هست به حکم غیر الله حکم میکند، یک کسی از حالت اینها باخبر شود، یک کسی از حالت اینها باخبر شود، همینها شناسد، فهمد، لیکن اینها تکفیر نکند، این کافر است. الله المستعان. میکروفون محکم کنید ابو عبدالرحمن، کوشش میکنم. پس الله المستعان. پس بارک الله فیکم برادرای عزیزم، این پنجمین نمود طاغوت بود. این پنجمین نمود طاغوت بود. این کدام نمود طاغوت؟ حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند، یا که قانون میبرد، یا که کسی که همین میخواهد، اینا طاغوت است. به اینها کفر نورزی، اینها را تکفیر نکنی، تو مسلمان نمیشی. آمنت بالله قبول نیست، در اینجا تکفیر در اصل دین داخل میشه، در اینجا، در این قسم. برای که تکفیر، کفر به طاغوت ورزیدن در انمین طاغوت هایی که زنده است، بدون تکفیر به وجود نمیاد. این دیگر تکفیر است. تکفیر طاغوت پرست دیگر چیز است، تکفیر طاغوت دیگر چیز است. در اینجا شما فهمیده نکنید که این چی مسئله است. تکفیر طاغوت دیگر تکفیر است. تکفیر طاغوت پرست و مشرکی که قبر پرست است، این دیگر تکفیر است. هر دو اینا برابر نکنید. برای همین ما میگیم علمای طاغوت، این مدخلی و غیر و غیر، اینا کفار مشرکین است. برای که اینها حالت طاغوت فهمیدن، همیشه فهمیدن، بعضی گفتن که هیچ گپ نیست ولی نماز کن.
اما یک نفر اگر نشناسد، یک حاکم نشناسد و بگوید که من نمیشناسم یا غیره و غیره، یا خطا فهمیده باشد، بله این دیگر است. اما دید و دانست و فهمید و تکفیر نکرد، این کفر بالطاغوت ندارد، این کفر است. این کفر نگفتم، به حالت خیلی وزمی میغلطد. کسی که طاغوت رو تکفیر نمیکند، این خودش به مانند قبر پرست میشود. خودش امروز حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکند، اینها به مانند مشرکای قبر پرست نیست. شما اینها را مشرک قبر پرست نوید. اینها درجهشون از حد گذشتن. مشرک قبر پرست ما طاغوت نمیگوییم. هر یک کافر، هر یک مشرک ما طاغوت نمیگیم. کسی که از حد کفر و شرک گذشته به درجه بالا رفت، بعد طاغوت میشه. امروز قبر پرستو هر یک شما تو طاغوت نمیگیم، اینها طاغوت پرست میگیم. اما حاکم ها اینا اول مشرک شد، بعد از این با طاغوت شد. اینها را دیگرای عبادت میکرد. اینها به درجه قبر است. این طاغوت ها، این حاکم ها به درجه قبر میستند. دیگر انسان هایی که قبر میپرستند، کسایی که اومده حاکم اطاعت میکنند، به مانند قبر پرست است. کسایی که اومده حاکم اطاعت میکنند، طرفداری میکنند، کمک میکنند، مسلمان میگن، اینها به مانند قبر پرست است. اینها طاغوت پرست است. این فهمیدن لازم است، ضرور است برادر عزیز. آمنت بالله برای تطبیق کردن این مسئله باید فهمید، تطبیق کنید. من فکر میکنم ان شاء الله صحبتی من فهمو است. من حرکت میکنم که به شما از هر جانب عادی‌تر، ساده‌تر فهمونم. پس بارک الله فیکم، این اهمیت خیلی بزرگ دارد. این شرط صحت آمنت بالله است، شرط صحت لا اله الا الله است. نکردید مسلمان نیست. انا این است نمودهای طاغوتی که تکفیر کرده میشد و طاغوتی که تکفیر کرده نمیشد. سنگ که نمیشد، چه خیلی گفتیم جمادات، طاغوت‌های جمادات است، طاغوت‌های معنوی است، اینا تکفیر کرده نمیشد. اینا فقط کفر ورزیدن. اما طاغوت‌های زنده، طاغوت‌های زنده حتما تکفیر کرده نمیشد. اگر تکفیر نکردید، کفر بالطاغوت به وجود نمیاد. انا کنون شما باید بدانید که الله سبحانه و تعالی یگان نفر از پیامبرش را نفرستاد مگر اینکه این هر یک پیامبران دعوتشان کفر بالطاغوت و ایمان بالله بود. ایمان بالله و کفر بالطاغوت بود. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله میگه به تحقیق به هر یک قوم پیامبری را فرستادیم، رسولی را فرستادیم، دعوتگری را فرستادیم که دعوتشون، دعوت این انبیا انامین بود. همشون یک نمود بود. دینی همه پیامبران یک نمود بود. ان اعبدوا الله، یگانه الله عبادت بکنید، اجتناب از طاغوت ورزید. معناش همین است که ایمان به الله بیار، الله به عبادت کن، الله عبادت نما، کفر ورز به طاغوت و از او دور شو. الله اکبر. این دعوتی همه پیامبران بود. یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله بود. همین دو شرطی که در سوره بقره 256 الله ذکر کرد، فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، همین الله در لا اله الا الله ذکر کرد. همین گویا که سوره بقره 256 یا که این سوره که حالا آیتی که به شما گفتیم ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عیناً من لا اله الا الله است. خصوصا فما یکفر بالطاغوت لا اله الحق و یؤمن بالله الا الله است. الله اکبر. لا اله الا الله امین است. اگر تو فقط ایمان به الله بیاوری و کفر بالطاغوت نورزی، تو الا الله به ایمان آوردی و قبول کردی، لا اله الحق به ایمان آوردی. برای لا اله الا الله بیاموز که معناش نیست معبودی برحق بجز الله است. لا اله الا الله اولی حیات، اولی دین، آخری دین، سری دین، آخری دین، اساس دین، ریشه دین، همین کلید جنت، نجات جنت. به خاطر همین کلمه تمام انبیا فرستاده شدن، شمشیر برداشته شد، به خاطر همین کلمه تمام مخلوقات خلق شد. لا اله الحق الا الله دو رکن دارد. لا اله الحق یک قسم، الا الله دوم قسم. لا اله الحق نفی است. نفی یعنی کفر بالطاغوت است، یعنی براءت است و تکفیر است. ببینید، نفی یعنی انکار. یعنی چی؟ کفر ورزیدن به طاغوت. کفر ورزیدن به طاغوت یعنی چی؟ براءت کردن، تکفیر کردن. تکفیر کردن طاغوت. یک طاغوت میبینید، از او براءت میکنید، یعنی بغض، عداوت، بدبینی و تکفیر. اگر همین نکردید، کفر بالطاغوت به وجود نمیاد. کفر بالطاغوت به وجود، تکفیر نکردی طاغوت،
براءت به وجود نمیاد. براءت نکردی کفر به طاغوت به وجود نمیاد. کفر به طاغوت به وجود نمیاد. نفی لا اله الا الله به وجود نمیاد. الله اکبر، الله اکبر. چخیلی که گفتیم فراموش نکنید که تکفیر واجبات دین، تکفیر طاغوت پرست واجبات دین، فرض دین است، اما تکفیر خود طاغوت از اصل دین است. این فرق باید مفهمیم. تکفیر خود طاغوت دیگر است، تکفیر طاغوت پرست دیگر است. فکر نکنید که همه تکفیر اصل دین است. اما بعد و یؤمن بالله، ایمان آوردن به الله. انا این شرط لا اله الا الله است. این رکن دوم لا اله الا الله است و این انا من آمنت بالله است. آمنت بالله که اصل دین، اصل ایمان، رکن ایمان، رکن اسلام است. الله اکبر. چقدر ساده و عادی دین ما آشکار و واضح و روشن است. البته به کسانی که الله به اونها رحمت کرده است برای اونها آسان است. کل میسر لما خلق له. هر کس برای چی آفریده باشد همون چیز برایش آسان است. اگر برای جنت آفریده شده باشد این چیزها آسان است. برای جهنم باشد این چیزها را هیچ کس، آدمی که جهنم عاقبتش باشد اصلا این چیزها را نمیفهمد، نفهمیده مرده میرود. الله المستعان. پس بالاخره الله سبحانه و تعالی میگوید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى. آنهایی که اجتناب کردند از عبادت کردن طاغوت، یعنی عبادت کردن طاغوت ترک کردند و دور شدند، و انابوا الی الله و بازگشتند به سوی الله، برای همین ها بشارت است. یعنی برای کی بشارت است؟ برای کی رضاگی الله. بشارت یعنی رضاگی الله، قبول شدن دینش، داخل شدن به جنت، دیدن جمال الله. برای کی بوده است؟ برای کسانی که اینها اجتناب کردند از عبادت طاغوت، از طاغوت خود دور گرفتند، کفر ورزیدند به طاغوت و ایمان آوردند به الله، بازگشتند به الله سبحانه و تعالی. انا این است که الله سبحانه و تعالی بیان میکرد. در جای دیگر الله سبحانه و تعالی یؤمنون بالجبت و الطاغوت میگه. یک کافرها هستند که اینها ایمان به جبت و طاغوت آوردند، ساحر و طاغوت پرست. پس انا همین بالعموم جمع می شود. کفر بالطاغوت و ایمان بالله جمع می شود، ملت ابراهیم می شود. ملت ابراهیم انا همون توحیدی که همه پیامبران به سویش دعوت می کردند، اما گشته و برگشته میاد که این رو ملت میگن. ملت ابراهیم برای چی گفتند؟ برای اینکه ابراهیم خیلی هم باز زیباتر و باز خوبتر تحقیق کردند که الله دوست داشت و پیامبر را امر کرد که مثل ابراهیم تحقیق کن. پیامبر هم مثل ابراهیم تحقیق کردند. پیامبر هم از ابراهیم کم نه، مثل ابراهیم تحقیق کردند. در سوره ممتحنه و 4 الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. یعنی به تحقیق نمونه و الگوی نیکوی شما این ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم ایمان آوردگان بودند نمونه هستند. الگوی شما مسلمان ها، موحد ها، فلان و فلان و فلان پستان نه. الگوی شما محمد صلی الله علیه وسلم و ابراهیم علیه السلام. الله میگه که به تحقیق ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم هستند برای شما الگو باشند. در کدام مسئله؟ در مسئله توحید، در نمین تحقیق توحید، در لا اله الا الله تحقیقش. چیکار کردند ابراهیم علیه السلام؟ ابراهیم علیه السلام به قومشون گفتند که این براء منکم،
ما براءت کردیم از شما. براءت چیست؟ بغض، عداوت قلبی و ظاهری و تکفیر. بدون تکفیر براءت به وجود نمیاد. براءت گفتی به تکفیر است. براءت رو فقط از کافر کرده میشه. براءت از مسلمان نمیکنی. مسلمان اگر یگان کمبودی کرد حجر میکنی، نه براءت. و مما تعبدون من دون الله، ما از شما طاغوت پرستو براءت کردیم و آن چیزی که غیر الله میپرستید از هیکل و بت و صنم بیان براءت کردیم. ببینید از طاغوت دوده از طاغوت پرستو زودتر براءت کردن. زیرا که اگر تو از طاغوت پرست براءت کنی 100% از طاغوت هم براءت میکنی. اما اگر از طاغوت براءت کنی شاید از طاغوت پرست براءت نکنی. چه که امروز ما میبینیم بعضی ها از طاغوت براءت کردن اما از طاغوت پرست براءت نکردن. اما اگر از طاغوت پرست براءت کردی حتما از طاغوت هم براءت میکنی. این ملت ابراهیم علیه السلام است. کفرنا بکم، گفتند برای منکم ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، ما به شما کفر ورزیدیم. در بعضی روایت میگن کفرنا کن، ما شما رو تکفیر میکنیم. و ظاهر شد از همین روزی بارد بین ما و شما دشمنی ابدا تا روزی که ایمان میورید. انمین است آمنت بالله، انمین است لا اله الا الله و انمین است کفر بالطاغوت. براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. در انمین ملت ابراهیم نظر بکنید 100% صفت کفر بالطاغوت ابراهیم علیه السلام در همینجا ذکر کرد که الله اینو ذکر کرد. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم الگو و نمونه ما هستند، برای ما کافی است. الله میگه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. به تحقیق برای شما ای مؤمنین و مسلمین الگوی نیکو، نمونه نیکوی شما کی است که تو باید به همون پیروی بکنی؟ این رسول الله است صلی الله علیه و سلم. رسول الله چگونه تحقیق کرد، چگونه براءت کرد، چگونه کفر بالطاغوت ورزید. پس آمنت بالله همچنین قبول میشد برادر عزیز. و این یک مختصر بود. اما صفت کفر بالطاغوت چی است؟ یعنی چگونه کفر به طاغوت ورزیم؟ به 5 چیز، 5 عمل به جا بیار. این صفت کفر بالطاغوت است. 3 تیش به طاغوت ربط دارد، 2 تیش به طاغوت پرست ربط دارد. یکمینش باطل دانستن طاغوت و تکفیر کردن طاغوت اگر طاغوت زنده باشد. دومینش براءت کردن. سومینش دشمنی و عداوت. یعنی باطل دانستن و تکفیر کردن و براءت کردن. براءت یعنی بغض و عداوت. و چهارم که و پنجم این در حق طاغوت پرست، تکفیر طاغوت پرست و براءت از اونها، بغض و عداوت اونها. طاغوت باطل میگویی و تکفیرش میکنی و از طاغوت اجتناب میکنی و براءت میکنی و بعد میبینی و بغض و عداوت میکنی. این 3 در حق طاغوت است. تکفیر میکنی طاغوت پرست رو و براءت و بغض و عداوت میکنی، در حق طاغوت پرست. اگر همین چیز انجام دادی، ایمان به الله آوردی، آموختی، الحمدلله رب العالمین، آمنت بالله باذن الله قبول است، شریعتی هست، حق است، چگونه که الله و رسول به تو تعلیم داد انا همچنین ایمان آوردی، خوش و به حالت، اهلا و سهلا، یکی از مؤمنین و موحدین هستی. در غیر این صورت در مشاکل زیاد در کفر و ضلالت گرفتار هستی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. با همین رکن اولی آمنت بالله به پایان رسید و در حلقه آینده ان شاء الله و ملائکته آمنت بالملائکه ان شاء الله شروع میکنیم به شرح و توضیح دادن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.